هارون رشید رسمش شنیدید؟ هارون رشید پیشتر براتون گفتم ثلث کره زمین حکومت میکرد. این یک پسر داشت اسمش بود احمد. چی؟ احمد. سنش بود 16 سال. 16 سال سن داشت. جوان عزیز من، جوانی که امروز کور کرده صفحات مجازی موتوره، جوانی که امروز دنبال صفحات حیاسوز و ایمانسوز نمیگردیم، جوانی که امروز فیلمهای مبتذل به راحتی برای مسلمان ها میفروشیم. این را خوب دقت کن. فرزند دارد هارون رشید، پادشاهی که ثلث کره زمین حکومت میکند، حاکم دنیاست، که روز تکیه زده بود ابر را دید که رد میشد. هارون رشید به ابر گفت هر جایی که میروی برو ببار، خراجت به من میآید. هر جایی که میباری برو ببار، خراجت به من میآید. این پسر دارد به نام احمد. سبتی تخلص کردن. سبتی چه معنا؟ شنبه. بعدش براتون میگم شنبه چه معنا داره. این جوان 16 ساله میگه در مجلس بزرگا زیاد نشست و برخاست میکرد، در مجلس اهل دل، در مجلس علما. و گاهی احمد میره به سر قبرستان با صدا میزد ای اهل قبور، پیش از ما شما مالک دنیا بودید، پیش از ما شما مالک دنیا بودید، ولی نتوانست دنیایتان شما را از مرگ نجات بدهد. الان رفتین به قبرستان، چیزی از شما باقی نماند، یاد شما هم از کتیبه ها پاک شد، زنهای شما شوهر کردن، پسران شما بزرگ شدن، فراموشتان کردن. باز گریه میکرد که مرا غمگین میکند آن روزی که مسلمان را به تابوت به سمت قبرستان میبرند. روز از روزها در دربار هارون رشید وزرا جمع شده بودند، اغنیا جمع شده بودند، همه اهل دربار جمع شده بودند. احمد هم داخل دربار شد، یه لباس بسیار ساده در تنش، یه دستمال چیرکین به سرش پیچانیده بود، آمد در همون گوشه محفل نشست. وزرا شروع کردن به نجوا کردن، یکی به دیگر میگفت که همین پسر هارون رشید مثل دیوانه ها را میرود، مثل دیوانه ها میخورد، مثل دیوانه ها میپوشد، سبب بدنامی پادشاه ما شد. دیگه پادشاهان وقتی پسر هارون رشید را میبینن، هارون رشید را حقیر میشمارند. این سخن را هارون رشید از وزرا شنید، رو کرد به پسرش، به احمد گفت ای احمد، تو با این کارت، با این لباست سبب حقارت پدر شدی. پدرت با این لباست خجالت و شرمنده کردی، چرا لباس درست نمی پوشی؟ احمد یک نگاهی با هارون رشید کرد که پدر جان، حقیقت این است که محبتی که تو به دنیا داری مرا شرمسار کرده به پیشگاه الله، مرا شرمنده کرده به پیشگاه پروردگارم. پدر جان من تصمیمی گرفتم، تصمیم من این است که بعد از این من شما را ترک میکنم. از دربار بلند شد، یک قرآن اونجا بود، قرآن را گرفت در آغوش خودش بیرون شد، پیش مادرش رفت، با مادرش هم میخواست خداحافظی کنن. مادرش یک انگشتر قیمت بها را برش داد، گفت در وقت نیاز بازی را به فروش برسان. این رفت به سمت بصره، به سمت بصره رفت. در میان کارگران و مردکارها همون جا می نشست که مردم ایره به کار ببره. خودش فرزند هارون رشید است. ابو عامر بصری میگوید دیوار خانه من شکست، دیوان خانه من سقوط کرد، من دنبال کارگر آمدم، به بازار در جستجو شدم، دیدم جوان خوش سیما و خوش منظر قرآن به دستش از قرآن میخواند. کسی از من پرسان که دنبال کی آمدی؟ چی آمدی؟ گفت من دنبال یک کارگری هستم. گفت همین کارگر است؟ همین؟ گفت بله. گفت رفتم به نزدش، بعد از اینکه من نزدیک شدم قرآن را تمام کرد. بعد گفت که چی کار داری کاکا جان؟ گفتم کارم این است که من مرد کار دارم، شما کار میکنی؟ گفت بله کار میکنم، اگه کار نمیکردم اینجا چی کار میکردم؟ گفت که خوب است بیا همراه من. گفت دو شرط دارم. شرط اولم این است که 1 درهم و 1 دانق من مزدم میشه. 1 درهم 1 دانق، دانق ششم حصه 1 درهم میگه. گفت 1 درهم و 1 دانق مزد من میشه، بعد مزد کار من. و شرط دوم من همین است، هر وقتی که مؤذن گفت الله اکبر الله اکبر، اون وقت دیگر من کار نمی کنم.
ابو عامر میگه گفتم کار خوبی است، بفرمایید. میگه بردم این جوان را، قرآن به بغلش حرکت کرد به سمت خانه من. میگه همین که آمد به سر کار شروع کرد، من رفتم. میگه وقت طرف عصر برگشتم که مزدش را بدهم، به خدا قسم برابر 10 مرد کار کرده بود. می تعجب کردم این جوان 16 ساله به اندازه 10 مرد کار کرده. حیران ماندم. میگه من 2 درهم دادم. گفت نه، 2 درهم مال من نیست، 1 درهم و 1 دانگ مال من است. میگه 1 درهم و 1 دانگ قبرش دادم. میگه حرکت کرد. میگه حرکت کرد. فردا گفتم باز این را میآورم. رفتم به بازار، جستجو کردم، پیدایش نکردم. از این و آن پرسان کردم فلانی را ندیدین که دیروز اینجا آمده بود یک جوان کار میکرد؟ گفت بله ما میشناسیم، ولی او در تمام هفته 1 روز کار میکنه، روز شنبه. دیگه 7 روز کسی رو پیدا نمیکنه کجاست. میگه آنقدر محبت این جوان به دل من نشسته بود که من کار خود را تعطیل کردم. شنبه بعد میایم. شنبه بعد آمدم دیدم که همین جوان همون جا نشسته و قرآن باز است و قرآن تلاوت میکنه. سبحان الله. میگه نزدیکتر و نزدیکتر شدم. بعدش سلام کردم، قرآن خود را بست. میگه جواب سلام مرا داد. گفت که من همون کسی هستم که هفته قبل به من کار کردی، باز میروی؟ گفت بله میروم. همون 2 تا شرط. گفت بله قبول دارم. گفت رفت. گفت وقتی که اونجا رفت یه چیزی در دل من بود که سبحان الله 1 مرد میتواند برابر 10 مرد کار کنند. گفت پنهان از جای من مشاهده میکردم، پنهان کردم، خود را میدیدم. وقتی کار را شروع کرد گل را آماده میکرد، میدیدم که خشتها خودشان میآمد پهلوی هم قرار میگرفتن. میگه اونجا دانستم که یکی از اولیای خدا هست. خودش جوان است ولی عشق الله به دلش موج میزنند. خودش جوان است ولی از درون بزرگ شده. این یکی از دوستان خداست. میگه اخیر روز 3 درهم برای پیش کردم. گفت نه، شرط من 1 درهم و 1 دانگ است. میگه این پول را دادم، این رفت. میگه باز انتظار کشیدم، شنبه دیگر رفتم ولی این را پیدا نکردم. در جستجو شدم، گفتم این جوان کجاست؟ کسی به من گفت این جوان در فلانی جنگل است، مریض است، حالتش خیلی خراب است. میگه چند درهم به این مرد دادم که نشانی اون جوان را گفته بود. من رفتم به دنبالش. میگه رفتم که در حالت بسیار خراب در زیر درخت افتاده است. میگه سرش سر خشت است، چشمایش پوت است. میگه سلام کردم، السلام علیکم. جواب اول رو نداد. بعد دوباره سلام کردم، چشمای خود را باز کرد، مرا شناخت. میگه من نشستم، سر خود را به سر زانوی خود گرفتم. بعد میگه به طرف من نگاه کرد. گفت ای ابو عامر، ای ابو عامر، از یاد مرگ غافل نباش. نعمتهای دنیا همه فانی میشوند، تو تنها میروی. گفت ای ابو عامر، الان که تو آمدی چند تا وصیت دارم. وصیت اول من همین که جانم به الله تسلیم کردم، مرا به لباس خودم کفن کن. گفتم برش چرا به لباس خودت؟ من یک کفن جدیدی به تو میخرم. گفت چه فرق میکند؟ وقتی مردم کفن جدید و کنه چه فرقی میکند؟ هر دو کنه میشود، هر دو مندرس میشود. گفت که لباس جدید برای زنده هاست نه برای مرده ها. چیزی که به همراه من میرود باید جدید باشد، اعمال من است. امروز قبرها را میسازند، سنگی کاشی میگیرند، برش چراغ روشن میکنند. چه درد درمان میکند؟ میگه بعد گفت که این دستمالی که من به سر خود دارم و این آفتابه من را به قبرکن بده که قبر مرا بکنه و ایره به اونا بده. گفت یک انگشتر را از کلک خود کشید. گفت یک انگشتر و این قرآن را بعد از مرگ من با هارون رشید برسان و فقط قول بدی که به خودش بدهی و باز برش بگو ای هارون رشید، نشود که در وقت غفلت مرگ به سراغت بیاید و بروی دست خالی، هیچ چیز همراه تو نباشد. میگه وقتی این رو من تسلیم شدم، بعد از لحظات گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. جان به جان آفرین تسلیم کرد. بردیم میگه این جوان را به طبق وصیتش دفن کردیم، جنازه کردیم، غسلش دادیم. این آفتابه و دستمال را به اون قبرکن دادم و این انگشتر را به همراه قرآن گرفتم، رفتم به سرزمین بغداد.
به پیش هارون رشید. میگه همین که رسیدم نزدیک قصر هارون رشید، در همین لحظه دیدم هارون رشید از قصر با تمام خدم و حشم خود بیرون میشد. از دور صدا زدم ای هارون رشید، تو خویشاوند رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، به حق همین باید تو اونجا استاده بشه، بی من کار دارم. هارون رشید گفت اجازه بدهیم. گفت بسیار سراسیمه رسیدم به پیشش، به سرعت آمدم. میگه بعد انگشتر را به همراه قرآن برش پیش کردم، گفتم ایره یک مسافر به شما تقدیم کرده است. وقتی هارون رشید به انگشتر و قرآن نگاه کرد، میگه دیدم که چشمهایش اشکش جاری شد، مثل ابر بهار اشک میریختن. گفت برای ما، گفت که برای یکی از اساکرش گفت ایره در قصر بیاورین. وقتی که کسی پیش من نبود ایره پیش من بیاورین. میگه وقتی رفتیم داخل قصرش، هارون رشید همه کس را از قصر بیرون کرد، پرده های قصر را کش کرد. بعد به من دستور رسید که اون را بیاورین. گفت من رفتم پیشش. وقتی که نزدش نشستم، به من گفت که تو همین پسر مرا دیدی؟ گفتم بله دیدم. پسر شما بوده؟ گفت بله پسر من. دیدی؟ گفت دیدم. گفت چی کار میکرد؟ گفت مردکاری میکرد. گفت تو هم به مردکاری بردیشه؟ گفت بله بردم. گفت چگونه سرش کار کردی؟ در حالی که از خویشاوند محمد بود صلی الله علیه و سلم. هارون رشید اولاده حضرت عباس است، کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت از خویشاوند محمد رسول الله به سرش کار کردی؟ گفت من نمیدانستم. گفت این فرزند من بود. گفت از الله معذرت خواهی میکنم، از شما هم معذرت خواهی میکنم، ببخشید من. میگه بعد برای من گفت که چی گفت پسره؟ گفت پسرت گفت که ای هارون رشید، غفلت نکن که مرد در حالت غفلت بیاید اون وقت دست خالی برگردی. گفت که پسر من وقت دفن کرد کی غسلش داد؟ گفتم من غسلش دادم. گفت دستت نزدیک کن. گفت دست مرا گرفت هارون رشید، سر سینای خود مانی آه کشید، بوسه کرد دست مرا. گفت ای پسرم، دنیا را پشت پا زدی ولی پدرت را تنها گذاشتی با این همه درد و رنج دنیا. میگه بسیار طولانی گریه کرد. بعد به من گفت قبرش را دیدی؟ گفت بله من خودم دفنش کردم. گفت هارون رشید حرکت کرد آمد به سر قبر پسرش. همین که آمد صدا زد ای مسافری که از سفر دوباره هیچ وقت بر نمیگردی، آخرتت را به دنیا ترجیح دادی. تو هم تلخی مرد را چشیدی در حالی که خیلی جوان بودی، پدرت هم تلخی مرد را میچشد در حالی که کهنسال شده. نمیدانم الله با من چه معامله میکند. بعد این هارون رشید برگشت. ابو عامر میگه من آمدم خانه، شب خوابیدم. بعد از این که خوابیدم در عالم خواب دیدم یک گنبد نورانی هست. یک گنبد نورانی از همه طرف این گنبد میدرخشد. میگه دیدم که همین جوان احمد از داخل این گنبد بیرون شد. بسیار خوشحال بود. میگه به من گفت الله به تو عزت نصیب بگرداند که وصیت من را پوره کردی. میگه برش گفتم الله با تو چی معامله کرد؟ گفت الله خیلی مهربان بوده، مرا بخشید. من به مولای خود روبرو شدم، خیلی مهربان بوده، مرا بخشید. گفت به من چیز داد که هیچ چشمی ندیده، ما لا عین رأت، هیچ چشمی ندیده، ولا اذن سمعت، هیچ گوش نشنیده، ولا خطر علی قلب بشر، به قلب هیچ کسی خطور نکرده. الله مرا بخشید. ای جوان، وقتی این احمد از پیش پدرش بیرون میشه و همراه خود چی میگیره؟ چی گرفت؟ قرآن کریم. میداند این جوان که هارون هم از این دنیا میرود. الان از هارون چند سال میگذرد؟ 13 سال یا کمتر و اضافه تر. هارون هم میگذرد، پادشاهی دنیا میگذرد، ولی کامیابی واقعی را کسی دارد که با قرآن زندگی میکنه. با قرآن زندگی میکنه. پس پسر هارون رشید دنیا را ترجیح نداد، آخرت را به دنیا ترجیح داد. امروز 1400 سال است از این پسر یاد می شود. احمد زاهد. ابن کثیر در البدایه و النهایه و فیات الاعیان علامه خلکانی، التوابون ابن قدامه مقدیسی، صفت الصفت ابن جوزی، این 4 کتاب داستان این بزرگ مرد را می آورد. خودش جوان 16 ساله است.
ولی حرص به دنیا ندارد. محبت الله به قلبش موج میزند. عزیز دل من، پس بیا از حرص به دنیا بپرهیز که هلاکت میکنه. دنیا به دست بیاور ولی دنیا پرست نشو. دنیا را به دست خود بگیر. به گفته مولانا آب اندر کشتی هلاک کشتی است. آب که داخل کشتی شد کشتی را غرق میکنه. آب اندر زیر کشتی پشتی است. آب وقتی در پشت کشتی باشه کشتی را دیگه به ساحل میرساند. عزیز من، اگر پول به دل داخل شد نابودت میکنه. دل برنگ و بو و کاخ و کو مده. اقبال میگه دل برنگ و بو و کاخ و کو مده، دل حریم اوست جز با او مده. در زمانی که از فقهای بزرگ امت اسلامی پادشاهی با زن خود دعوایی کرد، زن خود را خیلی زیاد دوست داشت. انوار علم عمل یونس پالنپوری رحمت الله علیه آورده. خیلی زن خود را زیاد دوست داشت. دعوایی کرد. زن به شوهرش به این پادشاه گفت که وقتی این نزدیکش رفت معذرت خواهی میکرد، نوازشش میکرد زن خود را که از عصبانیت و قهر خود پایین بیاید. گفت ما با هم صلح میکنیم. یک دعوایی بین زن و شوهر بود، الان گذشت، صلح میکنیم. زن بسیار با عصبانیت به پادشاه نگاه کرد، گفت ای جهنمی از من دست خود را دور کن. پادشاه همینجا به عصبانیتش گل کرد، به خشم آمد، گفت اگر من جهنمی باشم تو 3 طلاق هستی. اگر من جهنمی باشم تو 3 طلاق هستی. بعد از این که این کلمه از زبان پادشاه کنده شد، چون زن خود را دوست داشت. مردم خیلی زیاد دوست دارن زنان خود را. سخت است این مردی که زن خود را طلاق بدهد. باور کن صدها مرد تا هنوز آمده که من زن خود را 3 طلاق کردم، الان پشیمانم، گریه کردم. پیش من گریه کرده که یکم راهی هست، یکم راه و چاره هست که من دوباره در کنار زن خود باشم. پادشاه هم پشیمان شد و این زن هم پشیمان شد که چه اتفاق افتاد. چند عالم را که میشناختن اون علما را طلب کردن، گفتن که فتوا بدین این زن طلاق شده یا نه. گفتن ما که نمیدونیم پادشاه جهنمی است یا بهشتی است، از کجا بدانیم؟ وقتی این را میدانستیم بعد فتوا میدادیم. یکی از این فقها که خیلی بیدار بود و خبیر بود اون را پیدا کردن. اون فقیه و دانشمند و عالم آمد، گفت من میخوام یک چند لحظه با پادشاه خلوت کنم. بعد از این که با پادشاه خلوت کردم فتوای خود را صادر میکنم. پادشاه را بردن در خلوت به همراه این عالم. اینجا را خوب گوش کن. این عالم برای این پادشاه گفت که جناب پادشاه سوال دارم، برای حل مسئله سوال دارم از شما. گفت کدام وقت شده، کدام روز اتفاق افتاده که هیچ چیز مانع شما نبوده، فقط و فقط ترس الله سبب شده شما گناهی نکرده باشید؟ خوب دقت کنید. آیا اتفاق افتاده که گاه وقت هیچ چیزی سبب نشده، فقط ترس الله رب العزت والجلال؟ شما به خاطر ترس الله نفس را سرکوب کرده باشین، گناهی نکرده باشین. پادشاه چند لحظه سکوت کرد، بعدش گفت بله. گفت یک روز داخل حرم می شدم، گفت یک دختر وارد حرم من کار میکرد که از کنیزای من نبود. وقتی داخل یکی از اتاقها را پاکسازی میکرد و پاک میکرد، صفاکاری میکرد، من داخل شدم دیدم که این دختر خیلی زیبا صورت است. گفتم من هم پادشاه هر خواهش کنم کس نمیتواند مانع شود. گفت رفتم داخل، دروازه را بسته کردم. گفت این دختر احساس کرد که من به سمت او می آیم. گفت همین که نزدیکتر شدن این دختر خود را به گوشه گرفت، برای من گفت یا مالکو اتق الله. ای پادشاه از کی بترس؟ الله. یا مالکو اتق الله. ای پادشاه، ای مالک من، از الله بترس. گفت وقتی این کلمه از زبان این زن کنده شد، مو در بدن من سیخ شد، در سپای من لرزید که من پادشاه هم، ولی پادشاهی بزرگتر از من که تراقب و تراصد میکند اعمال مرا. گفت رفتم در را باز کردم، به این دختر گفتم برو بیرون. گفت همین کار را کردم. این فقیه به پادشاه گفت زنت 3 طلاق نشده، برو با زنت زندگی کن. علما جمع شدن به این فقیه گفتن تو چی میگویی؟
چگونه این فتوا را داری؟ از کجا میدانی که پادشاه جهنمی نیست بهشتی است؟ گفت من نگفتم، قرآن این فتوا را داده است. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان الله. کسی که ترسید از منزلت و مقام پروردگار خیش و نهى النفس عن الهوى و نفس خود را مهار کرد از خواهشاتش، فإن الجنة هي المأوى، جنت جایگاه او است. گفت من دیدم پادشاه را که به خاطر ترس از الله خواهشات نفس خود را زیر پا کرده، دانستم که جهنمی نیست. سبحان الله. یکی از علما میگفت هر جوانی که توانست از جایی که اونجا محل زنا و گناه هست از ترس الله از اونجا فرار کرد، اگر بگوید من بهشتی هستم دروغ نگفته است. چرا قرآن گفته و نهى النفس عن الهوى، نفس خود را از خواهشات منع کند، فإن الجنة هي المأوى. در ماه مبارک رمضان رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید و سلسله الشیاطین، شیطان ها به زنجیر به غول کشیده میشد. خب بسیارها در ماه مبارک رمضان چنان گناهی میکنن که پیش از رمضان نمیکردن. خب شیطان که به غول کشیده شده، به زنجیر کشیده شده، این گناه مال چی است؟ نفس. علما میگن اگر تو بخوای بدون لطف الله، بدون کمک الله، بدون مهربانی الله با نفس بجنگی، نفس را شکست بدهی، محال است. یکی از علمای ایران زمین تعبیر زیبایی کرد، فرمود اگر کوه را در جلب شما قرار بدهند، برای تو بگوید این کوه را بکن، به تو مته ندهند، سامانهای مدرن روز برای کندن این کوه به تو ندهد، به تو سوزن بدهد، بگو با تمام این کوه را با سوزن بکن، می شود؟ محال است که بتوانی کوه را با سوزن بکنی. عزیز من، اگر لطف حضرت حق سبحانه و تعالی نباشد، اگر کمک از اون طلب نکنی، مهار کردن و سرکوب کردن نفس مثل این میماند که تو کوه را با سوزن بکنی. واقعا جای درد است. به این خواهشات نفس گوش دادن. خدا رحمت کند مولانا را، این مثال خیلی زنده و زیبایی میزند برای این نفس سرکش، نفس طغیانگر. قصه از مجنون می آورد که روز مجنون تصمیم گرفت که برود به اون قریه و ده لیلا. قریه اون از قریه مجنون دور بود. مجنون در خانه خود شتر داشتن، شتر ماده‌ای که تازه ولد به دنیا آورده بود، ولد تولد کرده بود. مجنون همین شتر ماده را گرفت، حرکت کرد به سمت شهر و قریه لیلا. چوچش مان اینجا، چون شتر تازه این چوچه را تولد کرده بود خیلی علاقه داشت به این چوچش، معشوقش بود دیگه. با مادر معشوقش همین طفلش است، خیلی دوستش دارد. مجنون دنبال معشوق خودش، شتر دنبال معشوق خودش. مجنون به هوای لیلا، شتر هم به هوای ولد خودش. حرکت کرد به سمت شهر، مقدار رفت و رفت و رفت و یک وقت سر شتر به خیال لیلا غرق شد. مجنون افسار شتر از دستش خطا خورد، این متوجه هم نشد. شتر همین که دید افسارش رها شده، کسی کشش نمیکنه، فکر کرد بار به پشت سرش است. احساس آدم بودن و صاحب بودن رو فراموش کرد، برگشت به سمت خانه، دوان دوان به سمت چوچه خودش. مجنون به خود آمد، دید که شتر پشت در خانه ایش ایستاده است. حیران ماند که من خیلی سفر کرده بودم، شتر اینجا رسیده. پس دوباره افسار شتر را گرفت، دوباره به راه سوقش داد. باز شتر مقدار رفت، باز مجنون غرق شد به هوای لیلا، به خیال لیلا. دوباره شتر باز برگشت پشت خانه آمد. چون مجنون به این سمت روان است، شتر به این سمت روان است. شتر دنبال معشوق خودش لیلا، مجنون دنبال معشوق خودش. هر که خیال معشوق خود را دارد. بار سوم همین کار را کرد.
دید که نتیجه نمیدهد، اون وقت از شتر آمد پایین، گفت ای شتر تو دنبال معشوق خود هستی، مسیر تو این طرف است، من دنبال معشوق، دو ضد یک جا جور نمی آید، من پای پیاده می روم. آخر ابیات خود مولانا درس دارد. هر قصه را که مولانا می آورد در مثنوی آخرش درس دارد. می گوید ای بنده الله، ای جوان مسلمان، اگر تو در مسیر الله در حرکتی، محبوب تو الله هست، اون وقت اول کاری که میکنی نفس را سرکوب بکن که معشوق این نفس دنیاست، معشوق این نفس شهوات است، لذتهای دنیاست. اگر تو به سمت الله بروی، اسفار این نفس را، مهار این نفس را سرکوب نکنی، لجام این نفس را به دست خود نگیری، تو را از مسیر منحرف میکنه. باور بکنین خیلی جوان آمده متقی شده، پرهیزگار شده، آدم خوب شده، شریف شده، بعد از مدت میبینی که از اول هم بدتر و یاغیتر و سرکشتر و طغیانگرتر شده. چرا در مسیر حق حرکت کرد؟ اون وقت دیگر شیطان و نفس شروع کردن با مبارزه. این بیخبر از این دشمن پنهان بود، بیخبر از این دشمن داخل بود. این جوان مسلمان را پس از راه بیراه کرد و به گمراهی سوقش داد. جوان آمد پیش یک عالم، برش گفت که جناب مولانا، من در شهر بودم که خیلی آزادی بود، زنها لخت و برهنه میگشتن پیش از این که من اینجا بیایم، اما الله این توفیق را به من داده بود که من هر وقت زن را میدیدم، دختر اجنبیه را میدیدم، چشمان خود را میبستم. ترس الله به دلم بود، من آمدم پیش شما که شاگرد شوم. گفت خوب است. گفت درسم پیشرفت بکند، به عرفان نزدیکتر شوم، به الله نزدیکتر شوم. مدت پیش این عالم درس خواند، بعد از مدت این جوان حرکت کرد، به خاطر نان رفت به نانوایی. اونجا صف کشیده بودن، یک دختر هم در این صف استاد بود. این جوان بیچاره بسیار به زحمت شد، تلاش میکرد چشم خود را از این دختر برگرداند، نمیشد. بسیار به زحمت موفق شد چشم خود را برگرداند. دوباره برگشت، آمد به گریه شروع کرد. گفت جناب مولانا، پیش از این که پیش شما آمدم خوب بودم، حالا اینجا آمدم دوباره ضعیف شدم. من راحت می توانستم تا دیروز چشم خود را از زنان برگردانم، اما وقتی اینجا آمدم حالا به سختی افتادم. اون شیخ و اون بزرگوار فرمود الان درست شد. گفت جوان، تو الان آمدی که نزدیک شوی به کی؟ به کی؟ تو در مسیر حقی، میخوای صعود بکنی، میخوای بلند بروی، میخوای ترقی بکنی، میخوای نزدیکتر و نزدیکتر بشوی. الان دیگر این نفس تو خود مربی پیدا کردی، الان آمدی پیش استاد، قرآن به دستت است. الان این نفس و این شیطان در تعقیب تو هست و تو را به تکلیف می اندازن تا از راه تو را گمراه کنن، نمی گذارن در این مسیر بروی. همین خاطر است که حضرت اقبال میگه نفس تو مثل شتر خودپرور است، خودپرست و خودسوار و خودسر است. مرد شو آور زمام او به کف، تا شوی گوهر اگر باشی خزف. هر که بر خویش نیست فرمانش روان، می شود فرمان پذیر از دیگران. بس برادر عزیز من، از این دشمن پنهان که در وجود در بدن خود پنهانش کردی به نام نفس، از این بترس. اگر این را مهار نکردی، این را سرکوب نکردی، این را شکست ندادی، اون وقت از تو توبه می سازد. نه حلال می شناسی نه حرام، هر شیئی که لذت دارد دنبالش می روی. مثل که امروز کفار این گونه هستند، هیچ چیزی پیششان حرام وجود ندارد، هر حیوانی که گیرشان بیاید می خورند و هر حیوانی که بخواهند ارتباط جنسی برقرار می کنند.
رفتن از زن استفاده کردن، لذتش قطع شد به نزدشان. گفت لذت حتما در حیوانات باشه. رفتن با حیوانات، گفتن شاید لذت به همجنس خودم باشه، رفتن همجنسگرایی را شروع کردن. سیر نمی شود وقتی این نفس لذت جو شد. هرچی به دهنش بدهی دیگر تقاضا می کند، هرچی به دهنش بدهی دیگر تقاضا می کند. به گفته مولانا نفس کشتی باز رستی اعتذار، پس تو را دشمن نماند در دیار. وقتی نفس را کشتی اون وقت دیگر دشمن نمی داشته باشی. این نفس است که امروز ما را غلام جور کرده. یوسف با چی مبارزه کرد؟ با نفس. زلیخا نتوانست، شکست خود در برابر نفس. نه عزت خود، نه شرف خود، نه شوهر خود، نه قصر خود، نه مقام خود، نه جایگاه خود، هیچ چیزی را در نظر نگرفت. ولی یوسف گرچه جوان بود، شهوت داشت، زیبا بود، آرزو داشت، ولی میدانست که اگر غلامی این نفس را بکنم من سلطان نمیشم، همیشه این برده باقی میمانم. با نفس خود جنگید، بندگی کن تا که سلطانت کنن. بندگی چه معنی؟ این نفس را سرکوب بکن، سر به آستانه او بگذار.